اصلا تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم. تو را میری آهسته، من پشت سرت هستم. باران جان خیلی خوش اومدی به برنامه. متشکرم، مرسی از دعوتتون. باران جان اگه باز برگردی به عقب، موسیقی رو انتخاب میکنی یا نه؟ احتمال خیلی زیاد بله، فکر کنم همون موسیقی انتخاب میکنم. از کی مهاجرت کردی و فکر میکنی چقدر تاثیر داشته تو کار موزیکت؟ من تقریبا 9-10 سالم بود که همراه با خانواده مهاجرت کردیم، رفتیم کانادا و خب من فکر میکنم که خیلی تاثیر داشته، چون که خب اگر که ما ایران میمودیم من نمیتونستم آزادانه این راه رو پیش برم. اینجا ساکن هستی یا نه، یا جا تو عوض کردی؟ من جامو عوض کردم، رفتم آمریکا. راستی فکر میکنی شرایط موسیقی تو آمریکا بهتره یا کانادا؟ 100% آمریکا. چقدر معتقدی مارکت موزیکی که وجود داره مردونه است یا مافیا داره؟ راجع به مافیا صحبت میکنه، میگه الان مثلا یه اندستری خیلی قوی و نمیدونم این داستانا، ولی خب برای مارکت موسیقی ایرانی من اصلا مافیا نمیتونم روش بذارم، چون که میگم اندستری ما انقدر کوچیک و ایناست که نمیشه، ولی مردون است، خیلی هم مردون است. یعنی الان مثلا نگاه بکنین پکیجایی که میبینیم از کنسرت ها همشون اکثرا آقا هستن خواننده ها، و زیاد خواننده های خانوم اونقدر شانس اینو ندارن که بتونن برنامه اجرا کنن یا بدرخشن یا راحت بتونن کار بکنن. یعنی با اینکه ما میگیم اوکی خب اینجا خارج از ایران آزادی هست و همه اینا، با این حال من فکر میکنم مشکل خورده فرهنگ هستش که به خانوما اونقدر بال پرواز نمیدن. متاسفانه امیدوارم که این موضوع درست بشه انشالله. اگر باران بخواد یه روز سبکشو عوض کنه چه سبکی رو انتخاب میکنه؟ اصلا پاپ نخون. یه سبک متفاوت، یه سبک جدید، کاری که تا الان نکرده باشم، مثل رپ شاید، چون خودم خیلی رپ گوش میکنم. بهترین کمکی که داشتی چی بوده؟ آقای جمشید خواننده خوش صدا که خیلی به من کمک کردن، و آقای عماد نیکویی، آقای پیام شمس و خیلی هنرمندای دیگه خب خیلی به من کمک کردن. یه اتفاق عجیبی که رو استیج افتاده، چجوری مدیریتش کردی؟ یکی دو تاشو یادمه. یه بار با آقای عارف ما تور داشتیم، تور کانادا، که خواستیم بریم رو استیج، یهو برق رفت و دیگه ما همینطوری همه منتظر تو سالن که برق برگرده و بریم اجرا بکنیم. یکیش بود. یکی دیگه من خب خیلی از آب میترسم. یه کنسرت دیگه داشتیم 4 شب توی کشتی که از لس آنجلس میرفت مکزیکو برمیگشت، و یه شب طوفان اومد، طوفان خیلی بدی هم اومد. یعنی کشتی وایساد وسط اقیانوس و همینجوری تکون میخورد و همه چی از رو میز و همه جا میافتاد، و ما اون شب اجرا داشتیم و باید اجرامون رو انجام میدادیم. رفتیم رو استیج، بعد استیج همینطوری میشد، یه بار میرفت اینور یه دفعه میرفت اینور، بعد من داشتم میخوندم، یه پیانو بزرگم اونجا بود، من دستمو گرفته بودم رو پیانو محکم که سر نخورم برم اون سمتی دیگه. با این حال ما خوندیم، برنامه رو اجرا کردیم. خیلی آخرین کنسرت خواننده محبوبه کسی که فالوش کرد، ببینی پلی بک چیکار میکنی؟ مسلماً دوست دارم اجراشو لایو ببینم، ولی با این حالم بازم دوست خواهم داشت، چون که خب دارم آرتیست مورد علاقه‌مو میبینم از نزدیک، ولی خب 100% اجرای لایو رو بیشتر دوست دارم اگه برم کنسرت. یعنی میمونی کارو گوش میدی تا آخر؟ احتمالاً آره دیگه، میمونم گوش میکنم. پس پذیراش هستی پلی بک باشه، اگر مشکلی نداری با این قضیه؟ به این نیت نمیرم که قرار باشه پلی بک باشه. به نیت میری داخل سالن یه اتفاق میفته میبینی پلی بکه. آره، ولی خب درکش میکنم. مثلا دوست داشتم لایو بخونن، ولی خب از لحاظ دیگه میگم خب شاید مریض بودن، شاید یه اتفاقی افتاده که اون روز اون شب حالا برنامه رو نتونستن کنسل کنن، اومدن باز حالا پلی بک یا هرچی، ولی یه دلیلی میگم داشته حتما که اینطور بوده. بخوای بگی که دوست داری با یه هنرمندی کار کنی تا حالا موقعیتش پیش نیومده، کی بوده؟ من راستش با هنرمندی که خیلی دوست داشتم باش بخونم این کارو کردم که خانم نادیا بودن، یک خواننده فرانسوی هستن و من از بچگی خیلی ایشون رو دوست داشتم، خیلی زیاد، و این موقعیت رو داشتم که تقریبا 2 سال پیش
یه آهنگ با هم دیگه خوندیم. دیدی نسبت به آینده نداری، ولی میخوام ببینم تصویر هنری واسه آیندهش فکری کردی یا نه؟ واسه آینده هنری. خب 100% اینا آره، خیلی چیزا هست که هنوز من بهشون نرسیدم. من هنوز نصف راه هم نرفتم. خیلی اتفاقای دیگه باید بیفته که ایشالله میفته. مثلا یکیش همینه که یه سبک جدید رو امتحان بکنم، یه میوزیک ویدیو متفاوت داشته باشم که خوشحالم که تو برنامه شما دارم اعلام میکنم به زودی زود یک موزیک متفاوت فرق داره با سبکی که دارم الان در حال حاضر کار میکنم و این ویدیوش خیلی جالبه و تو مارکت ایرانی توی مارکت ایرانی هم فکر کنم خیلی چیز جدیدی باشه برای مردم و دوست داشته باشن، براشون جالب باشه. کلمه بهت میگم، خیلی یه جمله کوتاه راجع به صحبت کنیم. اولیش موزیک رپ. لازمه، جالبه. ترس از عنکبوت، خنده از ته دل، خواننده های ایرانی، عالی، خواننده های لس آنجلس، پیشکسوت و کلمه آخر ایران. وطن. بخوای راجع به یه چیزی صحبت کنی که از ایران با خود آوردی که خیلی برات خاطره انگیز بوده و هنوزم داریش. فکر کنم یه جعبه مداد رنگی بود که عموم برام گرفته بود، خیلی دوستش داشتم، اونو هنوز دارم. اگه بخوای به عنوان درد دل چیزی بگی و دوست داشته باشی از این فیلمون استفاده کنی به مردم، ازشون یک دنیا ممنونم بابت حمایتشون از من این چندین سال. یک دنیا ممنونم که این همه عشق میدین، که انقدر صبوری میکنین، چون من خیلی دیر به دیر کار میدم بیرون، ولی با این حال ممنونم که پذیرفتن. از مردم میخوام که همیشه با عشق زندگی کنن و عشق تو قلبشون باشه، همیشه بخندین، موفق باشین، دنبال رویاهاتون همیشه برید. بخوای یه کادویی بدی به بچهای CBM. کادو میخوام بگم که آهنگ جدیدم که آماده پخش شد من درجا برای شما میفرستم، اصلا اول رسانه شما پخشش کنیم. خوبه؟ خواهش میکنم. موفق باشی بالا جان. ممنونم. مرسی. شما اصلا تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم. تو